تاریخ باز هم تعداد مردگانش را روند می‌کند. چند 1001 نفر تبدیل می شود به چند 1000 نفر و ما نمی‌دانیم که آن 1 نفر آخر برای مادرش تمام دنیا بود. ما لابلای روزمرگی هایمان از آن سوی این صفحه های نورانی با انگشت فاجعه را بالا و پایین می کنیم، بیان که حتی رد خون روی صفحه هایمان باقی بماند. ما به ظاهر انسانها سرشدگان جنایاتی هستیم تکراری که با دیدنشان دیگر حتی ککمان هم نمی‌گزد. غزه مرز انسانیت است، جایی که بی تفاوتی ما به بهای سنگینی برای بشریت تمام می شود. غزه جایی است که مدرسه ها بیمارستان و بیمارستان ها قبرستان می شود. پرنده ها بر خاک می افتند و انسان ها پرواز می کنند و دیگران تماشا. جایی که تماشاگر گناهکارتر از جلاد می شود.